سلام آقا جان، خیلی شکرم. داشتم اتمام کار، موتور تعویض، همه چی قشنگ مرتب. نگاه صابون گلنار، صابون گزلره. نگاه اینو چیکار میکنین؟ میگیرین یا تو جوراب یا دستمال، فرقی نمیکنه. مثل که میری همون کف مال میکنی. نگاه بیا اینجوری داشت، بیا نگاه اینجوری، بیا یک اون خودتو شستی، حالا 10 دقیقه یک کولر تو بشور. باز یعنی چی؟ یک تابستون مست بهت سرما بده عشق کنی. بیا قشنگ نگاه، پوشالا نو، همه چی اوکی. این کاری که انجام میدی داداش، آب کولرت تصفیه میکنه. نگاه داداش، صابون گلنار، گزلره دیگه نندازنا، فقط گلنار. بیا گلنار سبز. ها، از همینجا من کارخانه گلنار تشکر میکنیم بابت این همه خاطراتی که با جوونا و با صابونای نره برای مردم درست کرده. این هم آخرین فن گلناری. بیاده داشت صابون چیه؟ همین یه قشنگ. ولی دوستان ما جوراب نداشتن دیگه، ما بریشن یک دونه دستمال اینجا گره، این یک گره بندازی کفه کولر. خدا حافظ. کولر تا میشه چیزی داشت درست. دوما میخوایم باد خوب داشته باشی. نگاه دریچه ها همه رو ما وا کرده، با دوستی یا پیش بشی. حالا اینا پوسیده بوده، کم زیاد فشار می آورده مالاش. یک حلق یا سایمون بالا کولر تا حتما نداشت بذاریم که تابستون کولر داغ میشه، آبم داغ میشه، سرماش کم میشه. وقتی سایمون داشته بشه سرماتون 10 برابر میشه. یعنی یک پند گزلری برای دوستان. یا علی.